قبل چسبوندن کاشی‌ها رو روی میز چیدم تا ببینم چند تا کاشی لازم دارم و چجوری باید بچینمشون. برای اینکه کاشی از روی دیوار سر نخوره یه مقداری موادم رو غلیظ‌تر کردم. تخته‌ای که باز کرده بودم و دوباره برگردوندم سر جاش چون که میزم خیلی تکون میخورد. این دیوار این میزم 2 سانت باگ داشت. شاید بگیم که نه ایراد از کاشیکاری تو بود، ولی باید بگم که نه خیرم. مریمتون خیلی درست کاشیکاری کرده بود تا اینجا، ولی این 2 سانت باعث شد که دوباره بکنم و از اول بزنم که این لبه ها صاف باشن. بعد 2-3 ساعت با دستمال خیس سطح کاشی ها رو کاملا پاک کردم که این شکلی شد تا اینجا. الانم باید اینجا رو تمیز کنم، اما شما تشریف بیاریم پارت بعدی تا با هم دیگه میز دومو کاشی کنیم.